تا حالا فکر کردی میتونی بیشتر از صدها مدل هوش مصنوعی رو از یک جا در اختیار داشته باشی؟ معرفی کنیم نوواروت، یک ابزار متن‌باز و قدرتمند برای اتصال به سرویس دهنده‌های هوش مصنوعی با پشتیبانی از بیش از 350 ارائه دهنده که تعداد زیادی از اونها به صورت رایگان قابل استفاده هستند. و اگر API کی خودت رو داری، میتونی خیلی راحت از کلید اختصاصی خودت استفاده کنی. اما نوواروت فقط یک روتر معمولی نیست. اول اینکه نصب اون فوق‌العاده ساده است. فقط با یک دستور تک خطی نوواروت رو نصب و اجرا کن. دوم، قابلیت نووابات هست. اینجا دیگه فقط با یک مدل هوش مصنوعی طرف نیستی. میتونی یک تیم کامل از هوش مصنوعی بسازی. یک مدیر، یک ناظر و چند کارمند. هر کدام با وظیفه و مسئولیت خودشون. فقط کافیه پروژه یا وظیفت رو به تیم بسپری، مدیر کار رو بین اعضای تیم تقسیم میکنه، کارمندان وظایف خودشون رو انجام میدن و ناظر روی عملکرد اونها نظارت میکنه تا در نهایت تیم بهترین خروجی ممکن رو تحویل بده. یعنی به جای اینکه چند مدل هوش مصنوعی جداگانه داشته باشی، انگار یک تیم واقعی از هوش مصنوعی استخدام کردی. اما قابلیت سوم شاید از همه جذاب‌تر باشه. تلگرام خودت رو به نوواروت متصل کن. هوش مصنوعی میتونه پیام‌های تلگرام رو بخونه و به پیام‌های مخاطبات پاسخ بده یا پاسخ رو آماده کنه و بعد از تایید تو ارسالش کنه. یعنی هوش مصنوعی میتونه در مدیریت و پاسخگویی به پیام‌های تلگرام همراهت باشه. و همه اینها در یک ابزار متن‌باز و بهینه جمع شده. نوواروت. وقتی هوش مصنوعی فقط یک مدل نیست، بلکه تبدیل به یک تیم میشه.